چطوری؟ به یه ویدیو دیگه با من خوش اومدین. من سانازم و اینجا آشپزخونه منه. پارت 8 غذاهای سالم و رژیمی هستیم امروز. قرار شد که توی 10 تا پارت من بهتون 10 تا از غذاهای خوشمزه و رژیمی که خودم استفاده میکنم بهتون یاد بدم. امروز قراره که با این دوتا چیکار کنیم. همراه من باشید. خب بچه شما نیاز دارید به سیب، هویج، هر میوه‌ای که دوست داشتین. شما توی این رسیپی هر میوه‌ای که دوست داشتین رو میتونید انتخاب کنید. من سیبو خیلی دوست دارم، سیبام کم بود، یه دونه هویجم بهش اضافه کردم. هویج باعث میشه که مزه دسر من شیرین تر بشه. اگر کلا دوست داشتین دسرتون شیرین بشه، 2 تا قاشق شکر بهش اضافه کنید. من دوست ندارم، من میخوام همینجوری سالم بمونه. راستی بچه‌ها این دسر رو شما به عنوان ژله دسر میان ورده آخر شبا که درست نتونه که رژیماتون ازش استفاده کنید. یه خورده آب لازم داریم و یه بسته پودر ژلاتین. اول از همه این که پوست اینا رو بگیرید. اگه دوست داشتین با یه میوه چی داشتن میگفتن؟ اگه دوست داشتین با یه میوه میتونید انجام بدید. پوستکنه یه روزای خیلی خوبه، یه روزای خیلی بده. تکلیفش با خودش و من هنوز مشخص نشده. خیلی حواس داره. هستش رو بگیرید، بعد خودش اینجوری بندازید توی میکسر، غذاساز، هر چیزی که داشتین. تو پارت قبلی بعدم بهتون آموزش قیمه دادم، قیمه ایرانی، از ایرانی بود دیگه، خارجی که نیست بدیم. میگفتن قیمه ها رو تو ماستا یهو از غذاهای رژیمی و سالم پریدی تو غذاهای ایرانی. گفتم خب واقعا اگه بخوایم حساب کنیم غذای ایرانی خیلی سالمه، خیلی همه ارگانیک، گوشت، گوجه، سیب زمینی، همه سالمه. اینم از هویج های ما. بذارم آب بریزید که این بلند بشود. این بیلک رو بذارید روش. غذاساز من خیلی بزرگه و وقتی حجم کمی میریزم داخلش یکم اذیت میکنه. یکم که نه، یکم که چه عرض کنم، دمارم در میاره. نمیدونم چرا ریختم توی این. فکر کردم شاید اندازش خوبه. بله همینجور که میبینید پوره نمیکنه. خدا رو شکر. باید دست به دامان میکسر بشیم. مبادله کالا به کالا. روسیا هم کردی مرد. تمام. میریزیدش توی تابه. یا خدا اینجوری پوره میذاریدش رو میذاریدش رو شعله گاز. یه 10 دقیقه اینا بجوشه، خوب بپزه. جوش که زد ژلاتین رو بهش اضافه میکنید، شعله رو خاموش میکنید. خب بچه میذاریمش رو شعله گاز و 10 دقیقه تقریبا اینجوری هم میزنیم بچه ها جون. اگه خواستین شیرین بشه ولی رژیمی بشه بهش عسل اضافه کنید. بچه‌های عزیز ببینید به این مرحله که رسید زیرش رو خاموش میکنید، بعد ژلاتین رو بهش اضافه کنید. اینجوری هر ظرفی که دوست داشتین برمی دارید اینجوری یه قطره روغن خوب چربش کنید که بعد از قالب در بیاد. بچه‌ها داخلش چی میگن خل دست چی بلد نیستم. حمام این
این شد. 3-4 ساعت بذاریدش توی یخچال، دقیقاً مثل ژله. خودش رو بگیره، مارم بگیره، بیارید بیرون و نوش جان.